سلام دوست عزیزم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. حامد محمدزاده هستم. خیلی خوشحالم که بعد از این همه مدت دوباره خدمت شما عزیزانم. توی این ویدیو قراره که ریاکت بریم به داستان کامل آشنا شدن مانیکا و چندلر در سریال محبوب فرندز. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بریم با هم دیگه ادامه این ویدیو رو ببینیم. If neither of us are married, what do you say you and I get together and have one? Why won't I be married when I'm 40? Oh, no. I just meant... اینجا فکر میکنم که فصل دوم باشه اگه نه فصل یکه. اینجا جاییه که کارول یعنی همسر راس زایمان کرده و اینا توی بیمارستان منتظرن. میگه که بیا با هم دیگه. این اولشه که از کجا ایده هاش حتی به ذهن سازندگان رسیده که چجوری این جریان اتفاق بیفته. اینجا مثلا میگه که بیا اگه 40 سالمون شد و هیچ کدوم ازدواج نکرده بودیم با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد میگه که چرا من باید وقتی 40 سالم شد ازدواج نکرده باشم. Okay, hypothetically, why won't I be married when I'm 40? No. No, what is it? Seriously, is there something fundamentally unmarriable about me? Well? Dear God, this parachute is a knapsack. وای خدایا، خیلی خوبه متیو پری، خیلی بازیش خوبه. این چجوری جمعش کرد. میگه خدایا این چتر نجات لامصب باز نمیشه. Everyone, this is Chandler. Everybody knows the basic erogenous zones. You got 1, 2, 3, 4, 5. این قسمتی که میاد کمک بگیره از مانیکا برای اینکه با دوست دختر جدیدش آشنا شده. اومده از مانیکا بپرسه که چجوری رابطه داشته باشن و اینجا داره بهش توضیح میده. یکی از بهترین قسمت هست. And 7. There are 7. That's one? Kind of an important one. Oh, you know what? I was looking at it upside down. برعکس نگاه میکنم. Well, you know, sometimes that helps. Okay, now start out with a little 1, a 2, a 1, 2, 3, a 3, a 5, a 4, a 3, 2. دهنش سرویس. نمیدونم 5 کجاه ولی وقتی دید خیلی خرکیف شد. 2, a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 2, 2, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, دهنش سرویس. خیلی خوبه. You are dead meat. I didn't know it was a big secret. No, it's not big. Not at all. You know, kind of the same lines as, say, oh, I don't know, having a third nipple. این اون قسمتیه که دارن سوتیای همدیگر رو لو میدن. اون یه چیزی در مورد بالکن گفت. بچه‌ها بقیه یعنی رفتن سراغش که ببینن چه خبره. این اومد گفتش که تو نیپل سوم داری. اینجاست که همه باز تعجب میکنن، برمیگردن سراغ چندلر. You bitch. Just look at them. Never gonna find a boyfriend again. Die an old maid. You're not gonna die an old maid. Maybe an old spinster cook. Dang. اینجا جاییه که فکر میکنم فصل 5 باشه، آخرای فصل 5 که اسم قسمتش دقیق یادم نمیاد ولی اون قسمتیه که میرن به ساحل. قبل از اینکه برن به ساحل فصل 4 ببخشید، آخر فصل 3 جاییه که میرن به ساحل و داره تأسف میخوره که چرا هنوز دوست پسر نداره. چندلر هم سعی میکنه که دلداریش بده. Hey, no, besides, worst comes to worst, I'll be your boyfriend. میگه چطوری که من دوست پسرت باشم. There's a nuclear holocaust.
I'm the last man on earth. Would you go out? میگه که یه هولوکاست هسته‌ای اتفاق افتاده، همه مردن، من آخرین مردی هم که رو زمینم، با من میای بیرون؟ داره ازش درخواست میکنن. دهنت سری. توی عروسی راس با امیلی، اون دختر انگلیسیه، یکی اومد به مانیکا گفتش که چه پسری داری، وای چه مادر جوونی. ریخت به هم و اینجا مست کرده اومده پیش چندلر. هیچ کی فکر نمی‌کرد واقعا این اتفاق بیفته. یعنی اولین باری که این سریال داشتم میدم رسید به اینجا، واقعا همه فکر کنم یه دور اینجا پشماشون ریخته. Whoa, what's going on? You and I just made out. You and I are making out? Well, not anymore. I'm getting married today! Yeah, you are. Oh, woohoo! You think you knew I was here? Hey, it's me. با اینجا دهنت سرویس. سکانس رو فقط نگاه کن. I've had a very long, hard day. Can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine. Yeah, it's in the bathroom. اینجا یعنی فست‌ترین، سریع‌ترین جاییه که جویی میتونست ریاکشن نشون بده. همیشه جویی آخرین نفری بود که یه قضیه رو میفهمید. اینجا اولین نفریه که یه قضیه رو میفهمه. چندلر قبلش اومده بود پیشش، جویی تنها بود، چندلر اومد پیشش گفتش که از هتل زنگ زدن، گفتن که یکی از موژه ها، یه موژه‌ای پیدا شده توی دستشویی هتل. بعد الان مانیکا گفتش که یکی از موژه هامو گم کردم. این سریع‌ترین واکنشی بود که جویی میتونست بده واقعا. You said you loved me. I can't believe this. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. You love me. No, I don't. Stop it, stop it, stop it, stop it. I love. خیلی خوبه، یعنی واقعا یکی از بهترین سکانس های این سریال بود. I love her. I love you, Monica. I love you too, Chandler. این سکانسیه که ریچل و فیبی میخوان که در واقع سوء استفاده کنن از قضیه، که چون هیچ که خبر نداشت از رابطه این دوتا، این دو نفر وقتی فهمیدن میخواستن که اذیتشون کنن، که اینجوری اومد به همه لو داد که من مانیکا رو دوست دارم. I thought you guys were doing it. I didn't know you were in love. I thought you من were my نمیدونستم best که friend. همدیگر This رو is دوست my داریم. sister. My best friend and my sister. I cannot believe this. Look, we're not just messing around. I love her. وای، این سکانسیه که راس از ساختمون روبرو میبینه که اینا دارن making love میکنن و اعصابش خورد میشه، میاد اینور. Okay, I'm in love with her. I'm so sorry that you had to find out this way. Sorry. واقعا نباید اینجوری میفهمید. My best friend and my sister. I cannot believe this. Hey, how about maroon? You are so smart. You guys are so cute. I know. Okay. خیلی خوبه. این سکانسیه که جویی خواب میبینه که با مانیکاه و این پازله رو دارن با هم دیگه حل میکنن. خیلی خوبه واقعا. Before I met you, I had really little life. And I couldn't imagine growing old. این قسمتیه که میخواد خواستگاری کنه. بعد ریچارد دوست پسر سابق مانیکا میاد. With. Oh my God. I know, but just let me say it. Oh my God, Richard. What? I'm Chandler. Oh, that's Richard. Apparently, I'm willing to offer her things that you are not.
But I am willing to offer her all those things. This was just a plan, you know, a way to throw her off course so that when I offered her all these things, she'd be surprised. Well, if it helps, it worked very well. چندلر قرار بود که مانیکا رو تا حد عصبانی شدنش بترسونه از ترسی که خودش داره به خاطر ازدواج کردن و این همون لحظه‌ایه که ریچارد میاد و اون احساسات قدیمی که ریچارد و مانیکا به هم دیگه داشتن دوباره جرقش خورده میشه و وقتی که نقشه چندلر نمیگیره مانیکا هم اعصابش خورد میشه ریچارد میاد میگه که من هنوز بهت علاقه دارم میخوام باهات ازدواج کنم. اینجا چندلر اومده بهش بگه که من نقشه داشتم نقشم این بود و اونم میگه که خیلی ببخشید ولی ریدی تو نقشت. Was working until you showed up, you big tree. I mean, this isn't fair. You had your chance with her. You had your chance and you blew it. And this is my chance and I'm not going to blow it because we are meant for each other. تو فرصت تو داشتی، فرصتی که قبلا با هم دیگه بودین خرابش کردی. الان فرصتیه که من دارم، ما برای هم ساخته شدیم و نمیذارم که تو خرابش کنی. And this has all just been one stupid mistake. I was going to propose tonight. قرار بود که اون شب خواستگاری کنه. چندلر برمیگرده، جویی بهش میگه که مانیکا رفته و خیلی ناراحت میشه، میگه برو خونه بهش زنگ بزن. میاد خونه میبینه که مانیکا میخواد ازش خواستگاری کنه. یکی از واقعا جذابترین سکانس های سریاله. این میخواستی که سورپرایز باشه. سرویس جویی میدونست. Oh my God. دستاشم از جیبش در نمیاره. دهنت سرویس. And all my life, I never thought I would be so lucky. میگه تو تمام زندگیم فکر نمی‌کردم اینقدر خوش شانس باشم. Fall in love with my best. My best. There's a reason why girls don't do this. Okay. میگه این دلیل اینکه دخترها این کارو نمی‌کنن اینه. واقعا فکر می‌کنم که همین باشه. گریه میافتن وسطش. I thought. I can do this. چندلر هم گریه افتاد. I thought that it mattered what I said or where I said it. Then I realized the only thing that matters is that you make me happier than I ever thought I could be. تو همیشه خوشحال‌تر می‌کنی منو از وقتی که از تمام لحظاتی که تا الان بودم وقتی با تو هم خیلی خوشحال‌ترم. And if you let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way. منم میخوام تلاش کنم که همین احساس رو در وجود تو ایجاد کنم برای تا آخر عمرمون. Monica, will you marry me? Yes. واقعا این دوتا برای همدیگه ساخته شدن. یعنی هر کسی که این سریال رو دیده، یعنی عاشق ترین کسی که میتونه باشه واقعا چندلره و چقدر عشقشون خوبه، چقدر با همدیگه کنار میان. Well, it's just while Monica and I were dancing to them, it was the first time I knew that you were the woman that I wanted to dance all my dances with. Oh, crap. این سکانسی بود که مانیکا رفته بود که
لباس عروس بخره. یه رقیبی داشت که اونم میخواست همون لباس عروس رو بخره، ولی مانیکا گیرش میاره و اون آدم زنگ میزنه به ارکستری که قرار بود بیاد به در واقع مراسم مانیکا، بهش پیشنهاد بهتری میده و میخواد که اینو ولش کنه بیاد سمت اون. اینا میخواستن که چندلر رو منصرفش کنن از در واقع اون ارکستر، ولی اینجا بود که میگفتش که وقتی با هم دیگه داشتیم میرقصیدیم من حس میکردم که با مانیکا میخوام تمام رقص هایی که تا آخر عمرم قرار انجامشون بدم رو داشته باشم. مانیکا هم احساساتی میشه و یه بار دیگه ببینیم این سکانس The woman that I wanted to dance all my dances with. دارن سعی میکنن پشیمونش کنن از اون گروه ارکستر، ولی وقتی چندلر این جوابو میده ریاکشن مانیکا خیلی خوبه. Oh, crap. Hey, but I have to return it, so you can't like it. Okay, I promise I'll hate it. اینجا میاد لباس عروسه رو تصمیم میگیره پس بده، برای آخرین بار میپوشه. Wow, you look hideous. خیلی زشت شدیم. این قرار بود که خوشت نیاد از این لباس. Chandler, for so long, I wondered if I would ever find my prince, my soulmate. Then 3 years ago, at another wedding, I turned to a friend for comfort. And instead... هیچ وقت فکر نمی کردم که شاهزادم و نیمه گم شدم رو پیدا کنم، تا اینکه 3 سال پیش توی عروسی فهمیدم که در واقع همون آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. I found everything that I'd ever been looking for my whole life. هر چیزی که برای آخر عمرم میخوام رو توی وجود تو دارم. And now, here we are, with our future before us. میگه الان ما هستیم و آینده‌ای که در پیش رو داریم. واقعا این دوتا برای And I هم only دیگه want to ساخته spend it شدن. with you. My prince, my soulmate, my friend. Unless you don't want to. You go. اهانت سرویس. میگه شاهزاده من و نیمه گم شدم و رفیقم، مگه اینکه تو نخوای. حالا مگه اینکه تو نخوای جریانش اینه که چندلر یه مدت دوباره ترس برش داشت و فرار کرد. اینا گشتن دنبالش پیداش کردن و مانیکا الان تیکه میندازه. Chandler? That's okay. Monica, I thought this was going to be the most difficult thing I ever had to do. But when I saw you walking down that aisle, I realized how simple it was. فکر میکردم سخت ترین مرحله ای از زندگیم باشه که قرار اتفاق بیفته، ولی وقتی تو رو دیدم که از اول راه رو داری میای، موقع ورودش به تالار فهمیدم که آسون ترین مرحله زندگیمه. I love you. Any surprises that come our way, it's okay because I will always love you. میگه هر سورپرایزی و هر غافلگیری که توی این مسیر تا آخر عمرمون باشه من نمیترسم ازش و دوستش دارم به خاطر تو. You are the person I was meant to spend the rest of my life with. You want to know if I'm sure? قبل از اینکه اعلام کنه میتونید همدیگر رو ببوسید رفت بوسیدش و میگه که تمام این مسیر به خاطر وجود تو آسون خواهد بود. You may now kiss the bride. الان یادش افتاد بگه. What's the matter? I don't know, it's these new shoes. They're all slippery. Well, are you going to be able to do this? Not well. You opened all the presents without me? I thought we were supposed to... این قسمتیه که بعد از عروسی چندلر میاد خونه میبینه که همه کادوها رو باز کرده. توی عروسی قسمتی که الان کات شده نیستش اینه که اینا دوربین رو گمش کردن
تنها کاری که چندلر باید انجام میداد این بود که دوربین رو مدیریت میکرد، عکس‌ها رو اوکی کنه، ولی دوربین رو گمش کردن. اینا میرن چند تا عکس ساختگی از مراسم بعدی میگیرن. Do that together. You kissed another woman? یه توی زن دیگر رو بوسیدی. Call it even? Okay. میگه مساوی ببینیمش، بگه آره. Since when are you so crazy about یه همینا برای همدیگه ساخته شدن، واقعا همینه. babies? I'm not crazy about babies. I'm crazy about us. What? فصل 8 باید Always باشه. talked about having babies someday. I'm not saying it has to be right now, but I'm starting to فصل think that we can 8 handle it. که ریچل بارداره و I'm اومده very, بیمارستان برای very- زایمان و اونجاست که تصمیم میگیرن بچه دار Upset بشن. right now. Oh, would you say this is the most upset you could be? I think so. Well, then I might as well do this. قسمتی که میاد خونه میبینه که چندلر بوی سیگار میده. چندلر رفته بود تولسا به خاطر شرکتشون و برمیگرده خونه. قاط ارسش بده دهنت Not really سرویس. sure what to do now. Well, I'll tell you what we're gonna do. We're already late for Phoebe's birthday dinner. So you're going to put out that cigarette, we're gonna put this fight on hold, and go have sex. Fine. اینجا قراره که بچه دار بشن، تخمک گذاری مانیکاس و چندلر هم دیر رسیده، تولد فیبی هم هست، باید برن اونجا. الان در واقع این خشمه رو قورتش داد مانیکا. What? Sex! This is the last day that I'm ovulating, and if we don't do it now, then we're gonna have to wait till next month. این آخرین روزیه که من تخمک گذاری دارم، اگه انجامش ندیم الان تا ماه بعدی باید صبر کنیم. You're serious? Oh yeah! All right, fine. I'll do it, but no talking. And no cuddling. And no kissing your neck. Oh, good! I hate it when you do that! خیلی خوبن، دهنتون سرویس. And lots of kissing your neck. So I'm probably still ovulating. Do you want to give it another try? So, you've never had sex with a Kennedy, have you? You gonna go do it now? We don't have much time, and once the egg descends into the fallopian tube... Get out of here. داره توضیح میده به جویی. Dr. Connolly just called. Oh, with good news? Of course it's not good news. You just said Dr. Connolly just called. If it was good news, you could have said Dr. Connolly just called. But, so what is it? Is it, قسمتیه که اینا میخوان که بچه به سرپرستی بگیرن و میفهمن که رحم مانیکا اوکی نیست و اسپرمای چندلر هم اوکی نیست، پس اینا نمیتونن که در واقع بچه دار بشن. هر دو طرف مشکل دارن. Is there a problem? Is there a problem with me or with you? میگه من مشکل دارم یا تو مشکل داری؟ Actually, it's که دکترشون both of us. زنگ زده گفته جفتشون مشکل دارن. Apparently, my sperm have low motility, and you have an inhospitable environment. همون توضیحاتی که دادم. Oh. What does that mean? It means that my guys won't get off their Barcaloungers, and you have a uterus that is prepared to kill the ones that do. میگه که معنیش چیه؟ میگه یعنی آدمای من نمیتونن از صندلیاشون بلند شن و اونایی هم که بلند میشن و رحمتو میکشن. It means Right, that Chandler? it means that we can keep trying. But there's a good chance this may never happen for us. چقدر چندلر خوبه واقعا. نه حرفی بزنه به مانیکا، نه اون حرفی بزنه. میگه که یعنی راه حلش اینه که ما همینجوری ادامه بدیم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. Oh my God.
I'm sorry. I'm sorry too. She gave us a great report and we are officially on the waiting list. That's great. خیلی خوبه اینا. این قسمت تو این فصل، در واقع فصل 9 تصمیم میگیرن که فرزند خونده بگیرن و یه لیستی دارن که بهشون خبر دادن که اون ایجنسی، که اون آژانسی که این کارو داره انجام میده بهشون خبر داده که ما شما رو توی لیست گذاشتیم، شرایطش رو داریم. We just have to wait for a call and someone tells us there's a baby waiting for us. Oh. همون لحظه بهشون زنگ زدن. Hello? Have you seen Joey's bat? You even know it's your birthday Joey. today. You're 1. 1 year old. That's little. I love you. That's my girl. این جاییه که اما دختر ریچل و راس تولد 1 سالگیشه و طی سری اتفاقاتی که فکر میکنم همتون یادتون باشه، هر کی رفته سراغ یه کاری، اینا موندن تو خونه مراقب بچه باشن. That's how old you are. Did I teach her that? Did I just impart wisdom? I want one. Me too. I love my wife more than anything in this world. یه دختری رو پیدا کردن که And it kills me that I can't بارداره give her a و baby. چندلر اومده باش صحبت کنه که I really want a kid. And when that day finally comes, I'll learn how to be a good dad. But my wife, she's already there. She's a mother without a baby. Please. اینجا جاییه که اشتباه گرفته بودنشون. فکر میکردن که در واقع یه پزشک و یه راهبن اینا، ولی فهمیدن که اشتباه میکرده. دختره خیلی عصبانی میشه، چندلر باش صحبت میکنه، میگه که ما خیلی وقت منتظریم و راضیش میکنه که اوکیه رو بده. You still want that baby? هنوز همون بچه رو میخوای؟ Thank you so much. I'm really happy for you guys. How do you feel? I'm tired. Well, you don't have that much time to relax. The other one will be along in a minute. اینجا موقع زایمانه که میفهمن که دوقلوه. I'm sorry, who should be along in a what now? Oh my God! Hey. خیلی سورپرایز بزرگی بود براشون. هیچکی نمیدونست، واقعا نمیدونم چجوریه. دخترم خودش نمیدونسته که دوقلو داره. جفتش هم دختره. Hey, so what is the big surprise? خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم که تا الان با من همراه بودید. یکی از واقعا بهترین سریال هایی بود که در طول تاریخ تلویزیون پخش شد، سریال فرندز. دوستان قطعا اکثرتون این سریال رو دیدین. یه تجدید خاطره ای شد، با هم دیگه تجربهش کردیم. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگه قابل دونستید چنل خودتون سابسکرایب کنید، مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصم.